دوستان یلدا مبارک. قسمی که شما مشاهده میکنید با جمعی از دوستان امشب ما هم یک یلدای خیلی کوچک و ظریف آماده ساختیم. قسمی که مشاهده میکنه همه دوستان تشریف دارن و آماده نوش جان کردن انار شورن خود اراده. بچه یک کس نداره دیگه، خیلی کم پیدا میشه، فقط بیرات دیگه. قسمی که مشاهده میکنیم آشپز ما شروع کنن از شورن خود هم پخته کرده. آشپز ما بگو بیان بفرمان یه همین دانه دیگه قیامت باز نگه ما این دانه آخر شب یلدا انیه که دیگه هم گذاشتیم. ازبکی بگو دیگه. خب یلدایتون مبارک، خدا کنه سال خوب داشته باشید.